سلام به دوستان عزیزم. تصاویری که میبینید مربوط به تکنیک هایی هست که در مدارس آمریکا به کار گرفته میشه برای بالا بردن اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان. دیروز در مدرسه‌ای بودم و بعد از پایان مدرسه و اینکه دانش آموزان به خونه رفتن، من دیدم که معلم ها با گچ‌های رنگی به بیرون از مدرسه اومدن و مقابل درب ورودی روی زمین شروع کردن به نقاشی کردن و نوشتن جملاتی مثبت و باورهای قوی برای بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان برای امتحان استار تست که فردا داشتن و این خیلی برای من جالب بود. و فردا صبح که بچه ها به مدرسه میان، قبل از ورود به مدرسه این جملات رو میخونن و باورهای محکمی رو با خودشون تکرار میکنن برای بالا بردن اعتماد به نفس خودشون و مسلماً در گذراندن امتحان تاثیر مثبتی برای بچه ها خواهد داشت. در ادامه فیلم پیام معلم پسرم رو براتون گذاشتم که برای من پیامی فرستاده بود با یک پاکت نامه و یک برگه خالی با عنوان I'm proud of you و از من خواسته بود که نامه‌ای بنویسم برای پسرم با جملات انگیزشی مثبت تا قبل از آزمون استار تست این پاکت نامه به پسرم داده بشه و برای باورسازی و ایجاد انگیزه مثبت برای پسرم این کار رو من انجام دادم و جملاتی که در ادامه ببینید روی تابلو بود رو من در نامه براش نوشتم. اینها تکنیک هایی بود که این روزها زیاد میبینم و معلمان در مدارس آمریکا به کار میگیرن برای بالا بردن اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان. دوست داشتم که این تجربه زیبا رو با شما به اشتراک بذارم. ممنونم. خدا نگهدارتون.